فکر میکنید چرا مولانا کتابشو با نی شروع میکنه؟ چرا مثلا با دریا نه؟ چرا با آتش نه؟ مولانا تو اولین بیت مثنوی میگه بشنو این نی چون شکایت میکند. اما چرا نی؟ چرا ساز دیگه ای نه؟ نی نماد چیه؟ نی یعنی انسانی که از اصل خودش جدا شده و داره از این جدایی ناله میکنه. هممون یه جورایی اون نی هستیم که دنبال وصالیم. در چنل باده سخن ما رمز و رازهایی که شاعرای بزرگ ما سعی داشتن از طریق شعر بهمون بگن و باز میکنیم. افرادی که آگاه هستن به این موضوع که برای دلیل خاصی به این دنیا اومدن، نه برای اتفاقهای کوچیکی که الان دارن تجربهش میکنن، مطمئناً این چنل میتونه خیلی بهتون کمک کنه که راه درست زندگیتون رو پیدا کنید. با ما همراه باشید. سلام به همه عاشقان شعر و معنا. اینجا قراره با هم دونه دونه اشعار شاعران نامی ایران رو بخونیم، تفسیر کنیم و ببینیم که این عشقی که ازش حرف میزنن چیه. همون حسی که باعث شده این شاهکارها خلق بشن. میخوایم با تفسیر اشعار شاعرای بزرگ به خودشناسی، به خداشناسی برسیم. من نغمه غزل هستم و اینجا در باده سخن قراره با هم جرعه‌ای از عشق و حکمت مولانا رو بنوشیم. از مثنوی معنوی شروع میکنیم. نظرتون چیه؟ امروز قراره به اعماق نی نامه سفر کنیم، جایی که نی عاشقانه ترین ناله ها رو برای جدایی از اصل خودش سر میده. پس اگه به دنیای شعر، عرفان و حکمت علاقه‌مندین، همین حالا باده سخن رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا هیچ جرعه‌ای از این مستی رو از دست ندید. حالا آماده اید با هم راز ناله های نی رو بشنویم؟ بیت اول: بشنو این نی چون شکایت میکند، از جدایی ها حکایت میکند. یک نی تو دل یه باغ سرسبز کنار بقیه نیها زندگی میکرد. با نسیم میرقصید، بارون که میومد خیس میشد، زیر نور خورشید میدرخشید. ولی یه روز دستی اومد و اونو برید. از اون لحظه نی دیگه اون نی قبلی نبود. تنهایی غربت کل وجودشو گرفت. حالا نی با ناله هاش شکایت میکنه و میگه این صدای من نیست، صدای همه اونایی که از اصل خودشون جدا شدن. منظور مولانا اینه که این داستان به داستان نی ختم نمیشه. این داستان درباره انسان‌هایی که از خالق خودشون جدا شدن و ازش دور افتادن. که از نیستان تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده اند. نی میگه وقتی توی نیستان بودم آرامش داشتم، ولی از وقتی که بریدنم ناله هم شروع شد. این دقیقاً مثل سرنوشت آدم هاست. از اون لحظه‌ای که از اصل خودشون یعنی خالقشون جدا میشن حالشون بده. یه چیزی توی دلشون خالی میشه و مردم کمابیش این ناله ها رو میشنون. سینه خواهم شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. نی آهی میکشه و میگه دلم میخواد مخاطبی با سینه پاره پاره داشته باشم، چون فقط اون میتونه حالمو بفهمه، چون فقط اون موقع میتونم همه درد و اشتیاقمو بگم. کسی که عشقو نچشیده چطور میتونه بفهمه عاشق چی میگه؟ هر کسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. نمیگه هر کسی که از اصل خودش دور بشه، ناخودآگاه دنبال راهی برای برگشت میگرده. مولانا داره سعی میکنه بهمون اینو بگه که اگه الان حالت بده، اگه دلت میگیره، به خاطر دوری از خالقته. همه اون حس دلتنگی و بیقراری که تو دل آدمه، به خاطر اینه که از حقیقت خودش دور شده. به همین خاطره که همیشه دنبال یه چیز عمیق‌تره، دنبال یه آرامش واقعیه. همه ما دوست داریم به حقیقت خودمون برگردیم. حالا تصور کنید نشستید پای درد و دلای مولانا و دارید حرفاشو گوش میکنید. مولانا میگه سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. مولانا میگه ببین راز دل من، عشق من، به اون خالق بیکران داخل حرفام هست. من که چیزی رو پنهون نمی کنم، واضح میگم. اما مشکل اینجاست که گوش شنوا و چشم بینا کم پیدا میشه. دیگه کسی اون نوری که باید و توی چشماش نداره. حقیقت همیشه جلو چشمامونه بچه‌ها، ولی اگه دل بینا نداشته باشیم هیچ وقت نمیفهمیم. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. مولانا میگه میدونید مشکلتون کجاست؟ میدونید کجای کارتون اشکال داره که چشم و گوشتون بسته است و چیزی که من میگم و متوجه نمیشید؟ مشکل اینه که
بدن و روح کنار همن، ولی کمتر کسی میتونه روح رو ببینه. مثل باد که دیده نمیشه ولی حسش میکنید. روح هم درون ماست ولی چقدر حواسمون بهش هست. طبیعت ما اینه که همش دنبال حقیقت باشیم، دنبال اون چیزی که فراتر از جسممونه. اما تا وقتی که اسیر این چشمهای ظاهربین هستیم نمیتونیم اون نور پنهان رو ببینیم. حالا مولانا شروع میکنه به توصیف عشقش. میگه همچون نی زهری و تریاقی که دید، همچون نی دمساز و مشتاقی که دید. با حسرت نی میگه آیا کسی رو شما دیدین که هم زهر باشه هم پادزهر؟ آیا شما کسی سراغ دارین که مثل من درد عشق بکشه و دم نزنه و تازه بیشتر هم مشتاق بشه؟ عشق الهی اینجوریه بچه‌ها. وقتی عاشق خدا میشید درد جانسوز توی دلت شعله‌ور میشه، اما همین درد تنها درمان تو هست. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. مولانا میگه من انقدر از غم دوری عشقم که خدا هست دارم میسوزم که روز و شبم یکی شده. دیگه برام فرقی نداره روز شبه، هر روزم اینجوریه، هر روزم. روزها گر رفت او روباک نیست، تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست. مولانا میگه نه فکر نکنید که ناراحتم از این موضوع. نه، زمان اصلا برای من مهم نیست. خطاب به خدا میگه تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست. تنها چیزی که برام مهمه وصال یاره، وصال با توه. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. وای وای، ببینید چقدر قشنگ مولانا داره سعی میکنه به ما بگه که چقدر عشق به خدا قدرت داره. میگه چنان قدرتی داره این عشق که اگه دوچارش بشید موجب تحول عظیمی در شما میشه، موجب تعالی شما میشه. میگه انسان با عشق به مقام بالا میرسه. میگه این دنیا و اون دنیا از هم جدا نیست. شما در تاریخ هر کسی رو که نگاه کنی که به خدا نزدیک بوده ثروت‌های خیلی زیادی داشتن. پیامبرها شاید ساده غذا می‌خوردن اما ثروت داشتن. چرا؟ چون برات میاد اون تحولی که دوچارش میشی باعث این میشه. ما در این دنیا 3 دسته افراد داریم. دسته که نزدیک بودنشون به خدا باعث شده ثروت و نعمت زیادی نصیبشون بشه. دسته دیگه افرادی هستن که انقدر خدا باهاشون قهره که هر چی بخوان میده بهشون که اصلا سمتش نیان. ما آیه داریم در قرآن درباره این دسته افراد. خداوند در سوره انعام آیه 44 میفرماید پس هنگامی که آنچه را که به آنها تذکر داده شده بود رو فراموش کردن، درهای همه چیز یعنی نعمت‌ها رو به رویشان باز کردیم تا در غفلت فرو روند. سپس ناگهان عذاب الهی آنان را فرا گرفت. و دسته سوم کسایی هستن که دارن امتحان میشن. جلوی پاشون فرصت گذاشته میشه تا جبهه خودشون رو مشخص کنن. بالاخره اینوری هستن یا اونوری. عشق جان تور آمد عاشقا، تور مست و خر موسی صاعقا. مولانا انگار یه گنجی پیدا کرده و داره سعی میکنه توجه مردم رو جلب کنه و میگه که از این ور بیاین این ور ببینین. میگه ای مردم دقت کنید که عشق همان نیرویی هست که کوه تور رو به وجد آورد. حالا داستان کوه تور چیه؟ حضرت موسی 40 شب در کوه تور روزه گرفت و عبادت کرد. بعد از تموم شدن چله خداوند با حضرت موسی مستقیما صحبت میکنه و تورات رو بهش میده. حضرت موسی از خدا میخواد که ببینتش، اما خداوند میگه این امکان پذیر نیست. وقتی موسی اصرار کرد خداوند جلوه‌ای از خودش رو به کوه نشون داد و کوه متلاشی شد. حضرت موسی از شدت عظمت این واقعه بیهوش میشن. در نگنجد عشق در گفت و شنید، عشق دریایی است و قعرش ناپدید. زبونش قاصره. میگه عشق چیزی فراتر از واژه است. من تلاش که کردم برای اینکه به شما بگم من چی دیدم، که من چی میدونم که شما نمیدونین، در واقع هیچه. عشق چیزی فراتر از کلماته. میگه باید حسش کنی تا حال منو بفهم. عشق در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت.
مولانا بازم دلش طاقت نمیاره و سعی میکنه بیشتر راهنمایی کنه. میگه با عقلتون کاری به جایی نمیبرید، باید دیوانه بشید. به قول بابا طاهر که میگه از دست عقل عالم در عذاب، جنون باید که بردارد حجاب. میگه باید جنون داشته باشه که این حجاب برداشته بشه و بتونی یه سری چیزا بدونی و متوجه بشی. عشق خواهد که این سخن بیرون رود، آینه غماز نبود چون بود. میگه به خاطر این عشقه که من دارم براتون این چیزا رو تعریف میکنم. عشق نیرویه که میخواد حقیقت آشکار بشه. عشق نمیتونه پنهان بمونه. آینت دانی چرا غماز نیست، زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. حالا مولانا اینجا باز یه راهنمایی بزرگ بهمون میکنه. میگه آینه ذاتاً راز داره و چیزی رو بیان نمیکنه، اما همه چیز رو نشون میده. بعد یه سوال میپرسه، میگه میدونی چرا آینه تو، این آینه دل تو، رازها رو فاش نمیکنه؟ چون آینه دل تو کثیف شده. باید دلمون رو صاف کنیم تا ببینیم چیزی که افرادی مثل مولانا و سعدی میدیدن. گر بریزی بحر را در کوزه‌ای، چند گنجد قسمت یک روزه‌ای. مولانا میفرماید که حالا چقدر از صحبت‌های من رو درک کردید؟ میگه چقدر این عشق و این خالق رو درک میکنید؟ اگه میخواید بیشتر بدونید و بفهمید، باید ظرفیتتو ببری بالا. درک ما از حقیقت محدود به ظرفیت ماست. هر کس به اندازه فهم خودش از حقیقت بهره میبره. در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید السلام. و این بود قطره از دریای بیکران مولانا. این فقط یه بخش کوچکی از دنیای عظیم شعر بود، اما هنوز کلی راه داریم که با هم کشفش کنیم. نیم فقط یه تیکه چوب خالی نیست، صدای همه دلهایی که از اصل خودشون جدا شدن و شاید صدای من و تو هم باشه. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، نظرتون رو برام بنویسید که درباره این عشق چی فکر میکنید. و مهمتر از همه، اگه هنوز عضو باده سخن نشدید، همین حالا سابسکرایب کنید تا در سفرهای بعدی عرفانی دوباره هم مسیر بشیم. تا ویدیوی بعدی در پناه عشق بمانید.